خیلی خوش اومدید به قسمت نمیدونم چندم چرخونه با بچهای خودمون و یوتیوبرها. تو این قسمت قراره بریم با حمید جی مستر، البته یه باشماق دیگه هم یک دو تو پارت بعدی بعد از حمید جی مستر میخوام تو رو بیارم. کجا؟ بچه‌ها قراره بریم قزوین و تو راه و مسیرم بهتون نشون میدم. تو قزوین قراره این دفعه چرخونه رو بندازیم. خودم هم نمیدونم چی داره، چی تو قزوین چرخونه رو نکنم. بریم پیش حمید. داره بریم پیش حمید. آرمان آقا من پرداخت کرده بودم که انرژی بذاری. من هزینه ضبطم دادم آقا، یه ذره زیادش کن. قطار شان قطار من تو کن. آره سعیدم برم اسکات سعید بالا نگه نکن میره. به نظرتون برای حمید چی میفته، برای من چی میفته غذا؟ کدوم خوش شانس تره به نظر؟ حمید تو کم نون خشک بخور. نه حمید انقدر سفیده. آخه میدونی یه نکته‌ای که هست، حمید انقدر بد غذاست که مثلا تو 100 تا لیست غذا بیاری فقط 4 تاشو یعنی حمید گشته میمونه. غذا ترین منم. زر نزن. حمید چی میخواد؟ تو هم بیا اینو بخور. حتی شهر قزوینی شهر به شدت مرطوبیه، خیس میشی توش. آقا حمید جی مستر به ما رسید. حمید جان شما رسیدی. خفه شد. ما اومدیم اینجا بعد تو رسیدی دیگه. احمق چیزی خوردی؟ نه هیچی نخوردی. یه چی هم بهت بگم، خیلی یزیدی اگه چیز بد بیفته. نه باش. می‌بینی حتی صبونه هم نخوردم. سک میده آجی. قراره چرخونه بندازیم. بچه‌ها من سری قوانین رو بهش توضیح میدم تا بفهمه چه قراره واسش اتفاق بیفته. جدیدن فوش میدی؟ نه اینا رو بوق میزنم. یوتیوبر گشنه یعنی این بچه‌ها نیومده کباب 200 تومانی 500 تومانی خفه شو 500 تومانی سرت هم زیادیه. نرخ دلارم نبود تعیین کن. دلار 70 تومانه. اولا که اینجا شهر خودتونه، هر جای خودت میدونی دیگه. من نمیدونم بهت بگم بیا بریم کف آزادی بخوریم، خودت ما رو میبری. آفرین بزن. میخوام این نکته بچرخونم. مثبتیه که ایشون خودم میچرخونم. بیا جلو. خودم با دنگشتان خودم. آقا 40 تا هم غذا داریم. 3 بار شافل. 1 2 3 غذای حمید جی مستر. غذای حمید جی مستر. نگاه کنم. اصلا دلم نمیخواد نگاه کنم. بابا خوبه. باشه هیچی نگو. میخوای عوضش کنی یا نه؟ نه خفه شو ببین بابا من میخوام. نه نمیخوام بده. میخوام نه یه دونه دیگه چالش دارم. گم شو. این جزء قوانین نبود، من توش بلدم بکنم. برو گم شو. او مای آقا میریم سراغ من. همبرگر پول. میریم سراغ من. 3 بار شافل. ان شاء الله که من یه بارم. غذا ایتالیایی چقدر سفیده. ماماسیتا ماماچیلا والچرا. پیتزا ایتالیایی. قیمتو بنداز 500 تومن میشه 2 تا همبرگر میخورم. این قیمت هاست از 250 تومن، از 150 تومن شروع میشه تا دوستان نوشیدنی جزوش نیست. نوشیدنی اصلا با چیز نیستش، خودش باید بگیره. یعنی این 500 تومن حق داره خرید کنه. حالا میتونه 3 تا نوشابه بگیره روش. اگه همبرگر 500 تومانی بگیره نوشابه باید خودت بدی، به من ربطی نداره. ای خدای بزن کمر ناحق. بابا حاجی من بلدم کجا بخورم. ببین نرقص یه جا میرم میخورم. خودم میتونم اضافه ور سازمانم سفارش بدم از خودم. نه به ما ربط من بلدم کجا برم بخورم. اشکالی بیا بریم پشت بخور ببینم. پیتزا ایتالیایی والچره. آقا اون قیمتم یه دونه داشته باشه دیگه. قیمتم یه دونه داشته باشه. نه دیگه فقط غذاست. آقا اینا مهمونن دیگه بالاخره. نه اینا از خودشون هر جا دوست دارن خرید. می‌بینی حاجی کثافت بزنه به این داستان. تا قزوین قرار تا جلو قزوین آوردته. پول بنزینم قرار بود بدی 140 تومن بده. 140,000 تومان شد. بله از نصف کنینم داره ولاگ میگیره.
من ولاگ چی میگیرم؟ من تهران میگم حتی دو میدونم راه برم بگو دیگه ببین دیگه پولتو بهت بده. شما رو کجا رو بودی؟ مراسم غذا مفت. بچه بودیم یه داروهایی بود شربت سینه. آره بو شربت سینه میده حاجی. چرا؟ نمیدونم سینه زیاد خورده. ما رو کجا آورده؟ کالا رو برده ما رو. قیمتش اونجوری که فکر می‌کنی بالا نیست. من میتونم همبرگر بخورم اضافه اومد بقیه پولشو بدم دیگه درسته؟ هر همبرگری خواستم نه خیر. اگه اینجوری بود که همه توش میکردن 10,000 تومن اشکال نداره اضافه باشه 10,000 تومن. تومن اوکی. من یه همبرگر ویژه مجبورم بخورم چاره دیگه ای نداره. هات چیزم بالا هات 10 تومن کمتر. هات چیز سفارشی هات 10 داگ. تومن هم میتونی آب بگیری میخوای؟ نوشابه میگیرم. برو پیتزا ایتالیایی. یه لحظه واسه بقیه هم. خب تو چقدر بود؟ آرمان چه قزوینه میکنه. من ساساری نیو میخوام. ساساری گوشت مغز چرخ کرده. نه چرخ. من برد کردم دوستان یه جایی درست همبرگر اومدم. ساندویچ اومدی گرفتیدن سرویس همبرگر گرده. خب من ساندویچشو میخواستم. بچه اینم پیتزای منه. اینم پیتزایی؟ غذای می‌تونید نه نبخورم؟ خیر. اینم غذای این بوزواست. بچه سوپ آوردن. من سوپمو نخوردم به خاطر اینکه سوپ توی غذای من نبود. شما سوپ خوردی؟ شما سوپ خوردی؟ شما سوپ خوردی یا نخوردی؟ تو هم خارج خوردی. از قوانین من نخوردم. اسکول سوپش مفته پول کم نمیکنه. گاو این شنجه پی. همین جان بله. ما وقتی غذا میخوریم چند تا سوال جنجالی هم میپرسیم همزمان غذا خوردن. ولی من جواب نمیدم. یه سوال آرمان از تو میپرسی، یه سوال سعیدم من. بسیار آرمان هستون برسی سوال سعید از من. اون دوتا سوسو میدی من 5 اولین رابطه‌ای که داشتی کی بوده و چند سال؟ آقا من نمیخوام اینا رو جواب بدم. خب سوال باید جواب بدی. خب جواب سوالو بدم. بله 5 سال پیش 5 ساله که مثل بتمن دارم زندگی میکنم. بروس وین. همین الان چقدر پول تو حسابته؟ تو کنم یک رو خوردی. 9 میلیون. چی بود قابلیش بود؟ اول من تو شلوار ریدی کی بود؟ اولین باری چی؟ تو شلوار ریدی. شلوار ریدم؟ نمیدونم همین فکر کنم 4 سال پیش 3 سال پیش بود. خیلی جدی دارم میگم اینو. خیلی جدی دارم میگم. خنده دارم نیست. اسهال بودم. توضیح چی شد دقیقا؟ میخواستم بگوزم ریدم. حالا متوجه شدی؟ تو خونه بودی؟ شلوار کردی پاتوت نه؟ الان اینجوری این لپا نه سریع کنترل کردم یه حدس اومد سریع بستم. اونو شنیدم دوستان. بعد کنترل کنی من تو خواب بودم نتونستم کنترل کنم. سریع به خودم اومدم. کسی که 25 سال بود هنوز ریدم واسش خنده داره ببینید چقدر از دنیا عقبه. نه ریدم آدم نیست ریدم خودت خودش خوابی اسهال شبا. سه تا یوتیوبری که ازش بدت میاد. بچه‌های خودمون نمیدونم. گفتی سه تا یوتیوبر نگفتی یوتیوبر ایرانی یا خارجی. ایمان دومور بین بچه‌های خودمون نیست گفتم. من میدونم حمید کیا رو میگه. نه فیمس هاجی یکیشه واقعا فیمس. من واقعا هم اینو موافقم. که اکسر میاکوروش تومان همه اینا من میدونم. اینا چون کارتشون بزرگه دارم میگم بین بچهای خودمون کی بیشتر از همه تا الان تو این 3-4 سال اعصابتو خورد کرده و ازش ناراحتی کینه داری؟ همینجور من راستشو بگو. چرا من خودتو دست بالا می دوستم ندارم دیگه باهاش هیچ وقت در ارتباط باشم. نه دارم میگم دوست ندارم باهاش در ارتباط باشم. حسی قضا گفت درسته. قوی جواب داد. جاهای دیدنی قزوین و چیزای باحالی که داره رو می‌نویسیم هر کدوم که بیفته دو تاشو میریم. حرف آخر قزوین شهر. قزوین. یه سوال دارم. یه دست دوربین رو دست حسابی من بگیرم. نگاه کن بچه‌ها. این قسمت ریش شاید در نیومده اون جاده است. جاده ابهره. قیافه خودت دیدی؟ آره خیلی خوش. با مایتا بدم خیلی هم من زیبا. مثلا اینجا رو نگاه.
سعید میدونی شبیه کی میمونه؟ سعید میدونی شبیه چیه؟ بذار بگم شبیه کی میمونه. بچه‌ها این ساید سعید از بالا خوبه میرسه به کفش خراب میشه. قیافه شما میدونی شبیه چی میمونه؟ شبیه گوسفندی که میندازن شو تحویله فقط بکنه. یه دقیقه بذار من حمیدو بگیرم. من شبیه مهندس نفتم. بچه‌ها حمید میترسید بیاد تهران، شاید باورتون نشه. میترسید؟ مامانم میترسه به خاطر دل مادرم. بچه مادرتون دوست داشته باشید. مادرم مظلوم ترین انسان‌های روی کره زمینه. نه هسته. آره بچه‌ها مادرم مظلوم ترین انسان‌های روی کره زمینه. هستن. کثافت. حالا مامانت بلند شه بهت بگه نمیدونم قزوین فردا قرار زلزله 10 ریشتری بیاد نرو، برفش گوش میدی یا نه؟ بله. خب تموم شد. ولی آهو مظلوم تره. آهو مظلوم تره؟ منظورت با امام رضاست؟ نه آهو اون زامن آهو. زامن آهو منظورم دیگه. آقا خود آهو داده. این تو کل ولاگای تهران همینه بچه‌ها. یوتیوبرها اینن. ما لذت میبریم از لحظه این صبح تا شب. منو نمی‌کنه ولی تو رو چرا؟ همین دادناشو داره. آقا جای دیدنی اینجا رو بگو. سردار سلطنه. سردار سلطنه. چرا توپ میکنی؟ ببین دیگه جای دیگه من نرفتم. خب میتونم بهت بگم شهر بازی، کافه دیگه بهت بگم خیابون. نه احمد چیزی چی بود؟ دستم شکست بگیر. چی گفتم؟ بابا نکن سعید. کجا میافتیم ما؟ کجا قراره بریم؟ چقدر هیجان میده. کجا قراره بریم؟ بین 3 تا جا آره دیگه 3 قرمز افتاد. چیه؟ قرمز چه میدونم چیه؟ سعد سلطنه. بابا کجا بریم؟ سعد سلطنه. چرا بریم؟ سعد سلطنه. اونجا سعد سلطنه. اویا کجا؟ یه لحظه بده من. کجا؟ آقا این سر کجاست؟ راست. این بره؟ آره اینجا راستش رو. این ممنوعه. نه راستش. شما چقدر به قوانین پایبندی؟ اومدی GTA داره بازی میکنه. واو this is good man. واسه ادای مثلا دوبلورای نیت فور اسپید. Congratulations Kirby. Oh of course they never gonna need for speed. I can see. What? Congratulations Kirby. Congratulations, Johnny! Can you upgrade in your interface? See you later! براست برانی ویدیومونو بگیریم؟ بگیر بگیر. وای اینجا برای تاکسیه. الان ما داریم کجا میریم؟ ای وای زنده تو. خب همین جان. بله. اینجا یه سورپرایز ما داریم. هر دفعه برای هر کدوم از بچه‌ها یه سورپرایز داریم. مثلا ایمان تو کل راه مثلا یه قسمتشو باید چشم بسته میرفت. هر کسی یه سورپرایزی داره. اسم هر کدوم که اومد اون آدم بدبخته. میدونی چرا سورپرایز میشه. آفرین. سورپرایزش هم خیلی چیز جالبیه. من می‌نویسم همین شایان. این یکی از آخرین چرخونه‌هاست از سورپرایز. چرخونه سورپرایز. به کی افتاد؟ شایان
خب من حذف میشم. چی؟ برو گم شو تو شک، برو گم شو. و حمید جیمستر باید این من چالش قبول رو انجام نمی‌کنم. بده. من قبول نمی‌کنم. آقا سورپرایز رو بگید. سورپرایز این بود که به مدت 1 دقیقه یا 30 ثانیه که حالا اونم چرخونه میندازیم. چرخونه میندازیم خودش هم 1 دقیقه یا 30 ثانیه رو. خود تویی. آره منم. بله. اینو باید بزنی بره سعد و سلطنه. اکبر. و بیچاره شدم بچه‌ها. همین جان چی کار داری میکنی شما همین تشنشه؟ ایو بهش آب دادم. ایو بذار این وزش اینش هم میخواد. چطور دهنت سرویس. آقا برو چش در چش باش حرف بزن. مگه خونه مامانت اینا رفتی؟ نگفتم غذا نخور. برای چی خوردی؟ برای چی خوردی ها؟ چرا غذا خوردی؟ من گفتم به مامانت اینا نخور. میگیرم. من فرزند اسپارتاکوس به تو که هستی کوس میخوام یه دونه ماسک بدم هدیه برای دفاع از ماسکو اونو بچه دفاع از مملکتمون، دفاع از وطن. تو با از ناموسمون دفاع کنی. کورپیکوس. کورپیکوس دفاع کن پسر. وای مردم دارم میان. وای خوبه دیگه. برو مردم داره مردم میشه. برو یه مغازه خرید کن کورپیکوس. چی میخوای بگیری کورپیکوس؟ نمیدونم. باید 1 دقیقه گفتم. برای 1 دقیقه برو گم شد. من بودم گفت کورپیکوس. آقا 1 دقیقه. نه. وای برو دست نزن. آفرین برو بسا خریدی چیزی نمیخواد. بریم اونجا قالین داره. بریم اونجا خلوته. بیا نه اون مغازه این وسطیه. آفرین کورپیکوس. برو سریع باش. خب باشه نه نمیرم. عکس میخواید بگیرید؟ اونجا نمیشه بگیریم. خب پس بریم اون سمت. برو تو باید نگاه کنیم. آقا بسته دیگه نمیام. نه با خود. خب بریم حالا باقلوا. برو باقلوا بخر. من خواهش میکنم همه خندشون میگیره. اشکال نداره بفهمید. نه خواهش میکنم. نه چند 630 بستش. یه دونه بگیریم با هم تقسیم کنیم. باشه من ولی تقسیم میکنیم. من میگیرم آقای اصفهان. یه دونه
بچه‌ها کارت همتون بزنید به قرآن اینجا داره از من ما 1 دقیقه گفتیم تو این 1 دقیقه من هم رفتم باقلوا گرفتم همه چی تموم شد. نه چیه گفتیم 1 دقیقه گفتیم غلط کردی. من کی گفتم کل؟ گفت اگه حمید میافتاد کلشو باید میزد. خفه اگر میافتاد نیافتادی که تو هم میتونستی بگی نمیزنم تموم شد. میتونستی بگی نمیزنم جلو این توش کنه برتر. بده اینا کم مرسی از این که دیدی. این از شهرخونه دارو سلطنه بود. روزی میاد که من دیگه نوبت من چرخونه خواهی ویدیو دیگه کی پلی